بینندگان عزیز سلام. لحظاتی پیش تصاویر عجیبی از آسمان چند شهر جهان منتشر شده که کارشناسان هنوز در تلاشند برای اینکه واقعیت اون رو تایید کنند. طبق گزارش‌ها اشیاء ناشناسی در آسمان شهرهای پاریس، پکن، مسکو و تهران مشاهده شدند که شباهت زیادی به بشقاب پرنده، یوفو یا سفینه فضایی دارند. شهروندی گزارش داده که من با یکی از آنها فارسی صحبت کردم و پرسیدم تو که هستی و در کمال تعجب بدون لهجه جواب داده که من شنیدم شما ماچا دارید، کجا میتونم تحقیق کنم؟ شهروندم برگشته گفته که نمیدونستم فضاییم چوس کلاس دارن و متاسفانه شهروند گرامی اکنون در بیمارستان به دلیل ضرب و شتم توسط همون فضایی بستری شده. مش میگم جلوی خودتون رو بگیرید، انقدر رک نباشید برای همین. بله. مورد دیگری که گزارش شده قطعی برق تهرانه به مدت 9 ساعت. دلیل این که اشخاص فضایی یا موجودات فضایی به قول خودمون از برق شهری تهران دارن استفاده میکنن برای شارژ مجدد و متاسفانه دهن مردم رو دارن سرویس میکنن. اول از مسئولا ضربه میخوردیم، حالا از فضایی ها. و یه شهروندی توییت زده که بیشترین شارژ مصرفی گوشیم به خاطر استفاده از چراغ قوه‌اش برای دستشویی بوده. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم برای شهروندان تهران بزرگ. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. پارسا میمنت، کانال 4.